نقشه اندازها و دیگر پرداخت‌های حتمی در 3 ماه اول سال 2022 به اندازه 103.3 تامین گردیده به جای 3 میلیارد و 451 میلیون سومانی به بودجه دولت 3 میلیارد و 565.6 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشان دهنده های پیش بینی شده 114.6 میلیون سومانی زیاد می باشد. در این باره روز دوم ماه کمیته انداز تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع کمیته انداز در این دوره اجرای نقشه اندازها و پرداخت‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 106.3%، ولایت ختلان 101.8%، ولایت سوغد 106.1%، شهر دوشنبه 102.1% و شهر نویوای توبه جمهوری در مجموع 102.6% تامین کرده شده است. اینچنین گفته می شود در اطلاعیت در 3 ماه اول سال روان از جانب کمیته انداز در نتیجه انجام دادن کارهای نظارتی از حساب کم حساب کردن و پنهان‌کنی اندازها در مجموع 484 میلیون سومانی مبلغ اندازها آشکار کرده شده است. از حساب مبلغ‌های در نتیجه کارهای نظارتی آشکار شده با در نظر داشت مبلغ بقیه سالهای قبلی به بودجه 375 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 50 میلیون سومانی زیادتر بوده است. کمیته انداز گفت چاره‌جویی‌ها جهت اصلاح کمبودی‌های آشکار شده و به بودجه وارد نمودن مبلغ‌ها ادامه دارد.